پذیرش جنسیت، پذیرش جنسیت. خدا هر چی داد همونه، راضی به رضای خدا باشیم. هر هدیه‌ای که داد، چه دختر چه پسر چه هر دوتا، چه نداد صلاح ندونست. چرا فکر میکنیم فقط پسر نام ما را بلند میکنه؟ چند روز پیش یه مستندی درباره خشونت علیه زنان در هند پخش میکرد، خیلی تکان دهنده بود. در منطقه از هند مصاحبه‌ای که میکرد این مستند که ساخته بود و به نمایش میگذاشت، با مردان و زنان اونجا اون منطقه مصاحبه میکرد. میگفتن الان 4 دهه هست که هیچ دختری تو اون منطقه به دنیا نیامده، همه سقط جنین کردن تا گفتن دختره، چون مایه ننگ میدونن، مایه سرباری خانواده میدونن. چقدر به زنها و دخترها در جهان اسلام ظلم می شود. زنی که مادر می شود و مادری که بهشت و سعادت و خوشبختی زیر پای اوست. الجنة تحت اقدام الامهات. به اسم اسلام به زنها خشونت و نگاه بد و تحقیرآمیز روا داده میشه با مجوز شرعی. نمیدونم از کجا آوردن. ولی نگاه اسلام به زن به دختر چیه؟ الجنة تحت اقدام الامهات. نگاه این حکیم به زن چیه؟ به مادر چیه؟ میگه الام مدرسه اذا اعددتها اعددت نسلا طیب الاعراق. مادر مدرسه است که اگر به اون پرداختید در کودکی، نسل ریشه‌داری خواهید داشت. الام مدرسه، مادر کارخانه انسانسازی است. مادر خودش یک مدرسه است. یک دستش گهواره رو تکون میده، یک دستش دنیا رو تکون میده، جهان رو تکون میده. همین مادری که با دستش گهواره فرزندش رو تکون میده، با دست دیگرش جهان و عالم رو داره تکون میده. چرا این فرشته نجات و خوشبختی و آرامش که همسره و مادره و مادر بزرگه و مربیست و معلمه، این همه خشونت علیهش روا میدارن؟ دوستی داشتم تاجر بود، فرش فروش بود، زنش همه دختر به دنیا می آورد. دوستی رفته بود باش صحبت کرده بود که جناب فلانی برو یه زن بگیر تا خدا بهت پسری بده نامت بلند بکنه. یک لحظه غفلت، قدر این نعمتها رو ندونست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر پدری و مادری بر تربیت 2 دختری که خدا بهشون داده صبور باشن و کوشا باشن و اونها رو به خانه بخت بفرستن، روز قیامت از هر دری از درهای بهشت اجازه دارن وارد بشون. خودش تعریف میکنه رفتم زن گرفتم که پسری بیاورم و نامم بلند کنه. میگه هر دو خانم‌ها، هر دو زنها با هم باردار شدن. وقتی که زایمان کردن، دومی دختر، اولی پسر. با نعمت خدا، با نعمت دختر، این طفل معصوم، این هدیه خداوندی، این معدن مهرورزی و شفقت
این رمز و راز آرامش مرد و جامعه، این معلم بشریت. با نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه نکنید. اگر خدا بهتون دختری داد نگید، صورتتون رو به هم نکشید، پدر ناراحت نشه. چه بسا از همین دختر نوهی خدا پسر به تو میده که دنیا رو پر از میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنه. بعد این دوستمون میگه که گوش خودم رو گرفتم، اینطوری گفتم توبه نسو، توبه نسو به درگاه تو ای رب، راضی شدم به همون اشتباه کردم. اگر دختری احساس کند که پدر و مادر از آمدن او ناراضی هستند یا افسرده خواهد شد و نتیجه افسردگی خودکشی است. آمار خودکشی و افسردگی دخترامون حد و حسابی ندارد.